تا حالا شده با کسی هم صحبت بشی ببینی طرف واقعا آدم بدی نیست ولی دنیاتون با هم دیگه فرق داره؟ حالا مثلا درباره سیاست، دین یا حتی مسائل روزمره. هر چی هم شما دلیل میاری اون قانع نمیشه، هر چی اون دلیل میاره شما قانع نمیشی. توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ یکی از مهمترین کتاب‌های روانشناسی اخلاقی قرن اخیر، یعنی ذهن درستکار، نوشته جاناتان هایت. ایشون روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه نیویورکن. جاناتان هایت توی این کتاب 3 ایده اساسی رو مطرح میکنه که میتونن کل نگاه ما رو به انسان‌ها، اخلاق یا حالا این اختلاف نظرها که اول اپیزود گفتیم تغییر بده. مورد اول میگه ما موجودایی هستیم که اول احساس میکنیم، بعد برای اون احساسمون دنبال توجیه منطقی میگردیم. مورد دومش میگه اخلاق فقط مربوط به عدالت و آزادی نیست، در واقع طیف گسترده‌تری از ارزش‌ها توی ذهن ماست که اینا روی رفتارامون تاثیر میذاره. مورد سومش که میگه از همه مهمتره، میگه اخلاقی که ما میشناسیم یه محصول تکامل برای انسجام گروهیه، نه صرفاً تصمیم گیری فردی. حالا ما توی این اپیزود به کمک این کتاب میخوایم بگیم که چرا آدم‌ها گاهی درگیر اختلاف‌های عمیق میشن و اینکه ما چطوری میتونیم با فهم ریشه‌های روانی و تکاملی اخلاق گفتگوهای سازنده‌تری داشته باشیم. جاناتان هایت میگه شهود بر منطق مقدمه، یعنی میگه ما انسان‌ها اکثر تصمیم‌های اخلاقیمون رو بیشتر بر اساس احساسات و شهود میگیریم، نه بر اساس استدلال منطقی. میگه منطق معمولاً نقش وکیل مدافع رو اینجا بازی میکنه، نه نقش قاضی رو. یعنی اول یه حس درونی یا یه قضاوت سریع داریم، بعد میریم سراغ این که براش دلیل بیاریم. یه استعاره معروف هست به اسم فیل و فیل سوار که جاناتان هایت برای توضیح این موضوع ازش استفاده میکنه که خیلی هم جالبه. میگه ذهن ما در واقع مثل یه فیل بزرگ و یه فیل سوار کوچیک میمونه که فیل چیه؟ احساساتمون، غرایز، شهود، همه این چیزهاست و فیل سوار عقل و منطقه به بیان ساده. حالا اینو ما توی اپیزود فرضیه خوشبختی بیشتر در موردش صحبت میکنیم، لینکش رو اینجا میذارم، اشاره کردیم به این موضوع. میگه که فیل مسیر رو انتخاب میکنه و فیل سوار فقط تلاش میکنه که در واقع اونو توجیه کنه که کمی هدایتش بکنه. حالا میگه که ما خیلی اوقات فکر میکنیم که منطق یا همون فیل سوار میتونه کنترل رو به دست بگیره، ولی واقعیت اینه که ما بیشتر وقتا با احساسات جلو میریم. شما خودتون در نظر بگیرین که سوار یه فیل شدین، شاید یه موقع‌هایی با صحبت کردن و اینا بتونین اونو قانع بکنین که به سمت راست بپیچه، ولی اون اگه خودش دلش بخواد بره چپ میره چپ و شما کاری از دستتون بر نمیاد. پس چی شد؟ میگه ما خیلی اوقات با احساساتمون میریم جلو و یه سری کارها رو میکنیم و بعد برای اون احساسات یا اون کارهایی که انجام دادیم میایم دلیل تراشی میکنیم. بهش میگه برهان تراشی بعد از قضاوت. چیه این؟ فرض کن در واقع یه خانواده صمیمی یه سگی داشتن که خیلی سالها در واقع براشون مثل یه عضو از خانواده بوده و باهاشون زندگی میکرده. این سگشون پیر میشه و به دلایل طبیعی میمیره. حالا اونا ناراحت میشن ولی بعدش تصمیم میگیرن که برای اینکه یاد سگشون رو یه جورایی زنده نگه دارن و چیزی هدر نده، گوشتش رو بپزن و بخورن. حالا سوال چیه؟ سوال اینجاست که آیا این کار غیر اخلاقیه؟ اکثر آدم‌ها بدون اینکه لحظه‌ای فکر کنن، حتی خود من با وجود اینکه چندین بار دارم این متن رو میخونن، فوری این حس بهمون دست میده که آره چندشاور، وحشتناک، مریضن، برای چی این کارو کردن، یه همچین چیزی. اما وقتی ازشون بپرسی که شما اصلا دقیقاً چرا این کارو کردین، با این فکر کنی که آیا آسیب به کسی زدن، گوشت حیوان، بیماری هم نداشته احتمالاً و خودشون هم دوست داشتن که این کارو بکنن. اینجاست که یه سکوتی در واقع برای ما پیش میاد، چون هیچ قانون اخلاقی منطقی و صریحی این وسط نقض نشده. پس این حسه چیه ما داریم؟ چون ما هنوز که داریم به این موضوع فکر میکنیم احساس میکنیم که یه کاری این وسط درست انجام نشده. این همون حس درونی نادرستیه که در واقع بدون دلیل روشن میشه یا حالا فعال میشه. جاناتان هایت اسم اینو گذاشته برهان تراشی پس از قضاوت. یعنی ما اول حس میکنیم که یه کاری خوبه یا بده و بعد میریم دنبال این که حالا دلیل بیاریم، توجیهش کنیم، بگیم به این دلیل و به این دلیل این کار بده. اگه بخوایم نتیجه گیری کنیم بعد چی بگیم؟ ما آدم‌ها در واقع اول تصمیم میگیریم بعد دلیل میسازیم، به جای اینکه در واقع منطق بر احساس غلبه کنه. این احساسه که فرمان میده. فیل و فیل سوار رو یادتون بیاد و منطق فقط در خدمت در واقع حالا اینکه توجیه کنه اون تصمیمی که اتفاق افتاده، در خدمت این موضوع قرار میگیره. حالا اینجا به این موضوع اشاره کرد که اخلاق فقط مربوط به عدالت نیست، یعنی محدود به این موضوع نمیشه. میگه ما معمولا وقتی در مورد اخلاق فکر میکنیم ذهنمون میره سمت این داستان که در واقع مثل عدالت، آزادی، حقوق بشر یا ظلم نکردن و این چیزاست، ولی میگه این یه بخش کوچیکی در واقع از
چیزیه که واژه اخلاق رو میشه باهاش تعریف کرد، مخصوصا توی جوامع مدرن و غربی. جاناتان هایت میگه طبق تحقیق‌ها انسان‌ها از یه دستگاه اخلاقی گسترده‌تر استفاده میکنن که این 6 تا پایه اصلی داره. میگه هر کدوم از این پایه‌ها مثل یه سری حسای ذاتی ان که هر انسانی ممکنه با یه سریشون بیشتر در واقع خوب بگیره یا بیشتر ارتباط بگیره. در واقع میگه ما به صورت طبیعی بر اساس چند نوع مختلف از ارزش‌های اخلاقی قضاوت میکنیم، نه فقط یکی. حالا شامل چی میشن این ارزش‌ها که گفتیم بهشون میگه پایه‌های اخلاقی؟ مورد اولش میگه دلسوزی و مراقبت. این یعنی جلوگیری از رنج کشیدن دیگران. مثلا وقتی یه بچه گریه میکنه دلمون میسوزه. مورد دومش میگه عدالت و انصاف. مثلا وقتی از دیدن یه تبعیضی ما ناراحت میشیم یا وقتی فکر میکنیم یه نفر حقش ضایع شده، این احساس بهمون دست میده. مورد سومش میگه وفاداری به گروه، در واقع اهمیت دادن به خانواده، قبیله یا ملت. این که مثلا حس کنی باید پشت تیم کشورت باشی همیشه، حتی وقتی که داره اشتباه میکنه. مورد چهارم میگه احترام به اقتدار، یعنی باور به ساختار و سلسله مراتب. همون میدونیم اینو، مثلا پدر، معلم یا امثالهم، اینا رو میگه مثلا باید حرمت داشته باشن، ما این حسو داریم. مورد پنجم پاکی و حرمت. مثلا حس بد نسبت به چیزهایی که از نظر فیزیکی، بدنی یا حالا چیزهایی که حتی از نظر فرهنگی تو جامعه‌های مختلف هم متفاوته، اینا مثلا نجس یا نابجا اعلام میشن یا قبول میشن اینطوری توی جامعه. مثلا همین واکنش منفی نسبت به خوردن گوشت سگ یا یه سری صحنه‌های مشمئز کننده. و نهایتا مورد ششم میگه آزادی و نفرت از ستم. میگه اون حس درونی که با هر نوع زورگویی یا حالا کنترل افراطی مخالفت میکنه. حالا نکته جالبی که میگه اینه که آدم‌ها با توجه به تربیتشون، فرهنگ یا حالا باورهاشون روی بعضی از این پایه‌ها بیشتر تاکید دارن. مثلا یه آدم لیبرال ممکنه بیشتر به دلسوزی و عدالت اهمیت بده تا به بقیه موارد، یا مثلا اگر همین آدمو بخوای نسبت به یه آدم سنتی بسنجیم، تا یه آدم سنتی یا مذهبی ممکنه علاوه بر اونها به وفاداری، اقتدار، پاکی، به خیلی چیزهای این شکلی هم بها بده. برای همینه که وقتی دو نفر دارن با هم صحبت میکنن در مورد یه اتفاق، ممکنه که اینا کاملا مسائل رو متفاوت ببینن. حالا این لزوما به این معنی نیست که یکی از این آدما خوبن یکیشون بده، صرفا به خاطر اینه که در واقع اینا با ویژه ارزش‌های اخلاقی متفاوتی دارن، با خطکش‌های اخلاقی متفاوتی دارن اندازه‌گیری میکنن اون موضوع رو. یه جایی میگه که اخلاق برای انسجام گروهی تکامل یافته. در واقع میگه ما انسان‌ها از نظر تکاملی طوری طراحی شدیم که بتونیم در قالب گروه زندگی کنیم. ما توی پادکستی که مربوط به سخنرانی تد برن براون بود هم راجع به این مسائل صحبت کردیم. این در واقع تمایلی که برای زندگی کردن با گروه داریم، اون پادکست هم خیلی جالبه، پیشنهاد میکنم حتما ببینید. حالا این تمایل به گروه یعنی چی؟ یعنی میگه اخلاق ما فقط برای این نیست که آدم‌های خوبی باشیم یا به واقعیت برسیم، برای اینه که در واقع بتونیم با هم دیگه کنار بیایم، متحد باشیم یا در واقع گروهمون رو حفظ کنیم. واسه همین میگه بی دلیل نیست که در واقع وقتی یه نفر وارد یه جمع یا یه قبیله فکری میشه، تلاش میکنه ناخودآگاه شروع میکنه خودش رو با بقیه هماهنگ کنه، حتی اگر حالا این وسط نیاز باشه که یه سری چیزا رو نادیده بگیره یا واقعیت رو یه جور دیگه ببینه یا نشون بده. حتی یه استعاره‌ای هست تحت عنوان ذهن کندوی زنبور. جاناتان هایت این استعاره قشنگ و اینطوری توضیح میده. میگه ذهن انسان یه جورایی مثل ذهن زنبور هاست. میگه وقتی وارد فضای گروهی میشیم، انگار خود فردیمون در واقع کمرنگ میشه و تبدیل به یه بخشی از کل میشیم. میگه ما حاضر میشیم برای گروهمون فداکاری کنیم یا ازش دفاع کنیم، حتی اگر گروه اشتباه کنه پشتش وایسیم، چون انسجام گروهی برامون مهمه. در واقع حکم بقا رو داره. حالا اگر به جمله‌های اول اپیزود فکر کنیم، کم کم میتونیم متوجه این تفاوت بشیم که این تفاوت از کجا نشأت میگیره. مثلا چند تا مثال بزنیم. توی دوران کرونا یادتون هست وقتی بحث واکسن زدن داغ بود، چقدر دعوا و حمله همه جا وجود داشت. یعنی توی اینستاگرام فرض کن یه نفر مثلا مینوشت که من واکسن نزدم چون بهش اعتماد ندارم. کسایی که حالا فکر می‌کردن واکسن زدن کار درستیه یا طرفدار واکسن بودن، فوراً حمله می‌کردن که مثلا تو چقدر ناآگاهی، جون مردم رو به خطر انداخته. یا اون بر کسایی که حالا با واکسن مخالف بودن سری مینوشتن که مثلا شما خودتون به خواب زدین، بیدار شین، واکسن‌ها توته است، مثلا دارن فریبتون میدن، مرمیچی بهتون تزریق میکنن. اینجا دیگه یه جاهایی حالا بحث فقط علمی یا حالا اون داستان اخلاقیش نیست، یه جاهایی این هویت گروهیه که وارد ماجرا شده. یعنی خیلی اوقات افراد توی گروه صرفاً دارن از فکری که در واقع اون قبیلهشون یا حالا اون گروهشون اونطوری فکر میکنه دفاع میکنن، فارغ از اینکه حتی شاید مثلا یه موقع‌هایی باید وایسیم ببینیم که اصلا گروهمون داره درست فکر میکنه یا
بهش فکر کنیم. پس همین چی شد؟ میخواد بگه اخلاق یه موقع‌هایی به جای اینکه در واقع راهی برای رسیدن به حقیقت باشه، این تبدیل شده به یه ابزاری صرفاً برای حفظ انسجام. یعنی این وسط هیچ کس واقعاً دنبال فهمیدن حرف‌ها و طرز فکر طرف مقابل نیست. ما نمیخوایم بفهمیم که طرف مقابل داره چی میگه یا چرا اینو میگه. همه میخوان ثابت کنن که خودشون، گروه خودشون دارن درست میگن و طرف مقابل به یه نحوی خطری برای ما داره. حالا ما توی مسائل مختلف نمیخوایم وارد این بشیم که چی درسته چی غلطه، یا اینکه واقعا ممکنه توی یه سری شرایطی یه سری گروه‌ها یا یه سری طرز فکرها به دیگر افراد جامعه آسیب بزنن. اصلا به هیچ عنوان منکر این نیستیم. صرفا میخوایم این رو بر اساس این کتاب بگیم که در واقع این کتاب داره میگه، یا جاناتان هایت داره میگه، که ذهن ما به صورت کلی عملکرد ذهن رو داره بهش میپردازه. بیشتر از این که دنبال حقیقت باشه، دنبال وفاداری به قبیله است. در نتیجه میتونیم بگیم چی؟ ما انسان‌ها طوری در واقع تکامل یافتیم که نیاز داریم که بین یک گروهی یا یک قبیله‌ای، جامعه‌ای، خانواده‌ای باشیم. یعنی یه جایی گفتیم که این ذهن به جای اینکه قاضی باشه وکیله، این وکیل مدافع حکم دفاع از گروه رو داره. و باید بگم از نظر شخصی خودم متاسفانه خیلی اوقات اخلاق برای ما ابزاری میشه برای حفظ اتحاد درون گروهی، یعنی حتی به قیمت تحریف واقعیت یا به قیمت اینکه نپذیریم که داریم توی یه موضوعی اشتباه میکنیم، نبینیم که چه تغییراتی داره اتفاق میفته، نبینیم حقیقت چیه، صرفاً برگردیم و طرفداری کنیم. حالا برای جنبندی یه چیز جالبی میتونیم بگیم، این که اگر یه موقع‌هایی میبینی که طرف مقابلت با یه عینک اخلاقی متفاوتی راجع به یه موضوع داره با تو صحبت میکنه یا به دنیا نگاه میکنه، خیلی اوقات ممکنه دیگه با دونستن این چیزها لزومی نبینی که در واقع این بحث و این همصحبتی رو به جنگ تبدیل کنی. یعنی فقط شاید لازم باشه که درکش کنی و تا زمانی که به تو آسیبی نمیزنه، این مسئله خیلی مهمه و تو رو مجبور به انجام کاری نمیکنه، دفعه بعدی حالا میتونی اصلا باهاش هم صحبت نشی، یا اینکه از خودت بپرسی اصلا من الان دارم دنبال حقیقت میگردم یا دارم از قبیله‌ام دفاع میکنم، طرف مقابل داره چیکار میکنه. در واقع به صورت کلی میگه هم به چیزها و که خودت میگی و طرفداری هایی که خودت میکنی فکر کن، و هم به چیزهایی که طرف مقابل میگه که ما هر کدوممون چرا داریم این مسائل رو میگیم. به صورت کلی جاناتان هایت توی کتاب‌هاش، ما یه اپیزود دیگه هم داریم در مورد فرضیه خوشبختی، خیلی چیزای جالبی میگه و خیلی توی سری قسمت‌ها اصلا به صورت علمی بهش میپردازه. پیشنهاد میکنم که خود کتاب رو هم حتما بخونین و امیدوارم که این اپیزود رو دوست داشته باشین و براتون مفید بوده باشه. ما توی جویان جستجوهامون رو باهاتون به اشتراک میذاریم. مرسی.